حکم جشن گرفتن سال نو در اسلام. در اسلام جشن گرفتن سال نو جایز نیست، زیرا این عید از عیدهای غیر مسلمانان می باشد. به عقیده و سنت آنها وابسته است. در شریعت اسلام مسلمانان تنها دو عید دارند: عید فطر یعنی عید رمضان و عید اضحی یعنی عید قربان. در روایت ابو داود آمده است پیامبر خدا درود خداوند بر او باد هنگام آمدن به مدینه دیدند که مردم 2 روز را جشن میگیرند. فرمودند خداوند به جای آن 2 روز برای شما 2 عید بهتر داد، عید فطر و عید اضحی. این حدیث نشان میدهد که مسلمان حق ندارد عیدهای دیگر را به جای عیدهای شرعی تبع کند. آیا در حیاتتان دیدگین که یگان غیر مسلمان عید ما مسلمانان را جشن گرفته باشند؟ فقط برای نیست و نابودی فرهنگ ما مسلمانان کوشیدند، اما بعضی مسلمانان بی آر و ناموس با فخر عید آنها را جشن میگیرند. امام ابو داود روایت میکند که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند هر کس خود را به قوم مانند کند از آنها می باشد. آیا دوست دارین که روز قیامت با یهود و نصارا یا با آتش پرست و مجوس حشر شویم؟ جشن گرفتن سال نو، آرا دادن خانه، تبریک گفتن یا اشتراک در مراسم های آن به تقلید غیر مسلمانان داخل می شود و بنابراین منع است. قاعده فقهی: عیدها از امور عبادت و عقیده می باشد، نه عادت های عادی. در چنین مسئله ها تقلید غیر مسلمانان حرام و ناجایز است. خلاصه جشن گرفتن سال نو در اسلام حرام و شدیداً ممنوع شده است. برای مسلمانان بهتر است که وقت خود را به حساب و کتاب یعنی مصاحبه، توبه و اصلاح خود صرف کنند. در آخر از کسانی که سال نو جشن میگیرند پرسیدنیم: وقتی روز قیامت در بارگاه الله تعالی حاضر میشوید چی جواب دارین؟ و به کدام روتان با پیامبر دلسوز و با پیامبری که شب و روز برای هدایت ما و شما دعا و گریه ها میکرد پیش او میرین؟